خانم الهه حسین نژاد از 4 خرداد ماه ناگهان ناپدید شدند و امروز خبری مبنی بر اینکه ایشون به قتل رسیدن توسط پلیس آگاهی منتشر شد. ایشون میان همونجوری که خانواده‌اش گفته بودن سوار ماشین شن به قصد اسلام شهر برن از میدون آزادی، ولی ناگهان یه اتفاقای هولناکی برایشون رخ میده. سردار میفرمایید موضوع چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. خب همونجوری که فرمودید این خانم قصد مراجعت به منزلش رو داشته. از میدون آزادی ساعت تقریبا 19:35 سوار یک دستگاه خودرو عبوری میشه و بعد از طی مسیری بعد اینکه به مقصد میرسه قصد پرداخت کرایه رو داشته که متاسفانه این راننده شیطان صفت بعد از رویت گوشی موبایل این خانم که گوشی گران قیمتی بوده قصد سرقت گوشی رو داشته که با مقاومت جدی این خانم مواجه میشه. متاسفانه تعداد 3 یا 4 ضربه چاقو به سینه این خانم وارد میکنه و در لحظه فوت میکنن که بلافاصله جسدش رو به بیابان‌های اطراف فرودگاه منتقل میکنه که همکارانم با اقدامات پیچیده اطلاعاتی و کارآگاهی که انجام دادن در کمترین زمان ممکن این فرد رو شناسایی کردن. شب گذشته با هماهنگی قضایی دستگیر شد. صراحتاً به وضع انتصابی اعتراف داره. با راهنمایی این فرد خب جنازه کشف شد، تحویل پزشکی قانونی شده و صبح هم که بنده پیگیری کردم با دادستان محترم انشالله در کمترین زمان حتما مجازات خواهند شد. نیت این فرد مشخص شده؟ بله، متاسفانه قصد سرقت گوشی تلفنی این خانم داشته و قصد آزار و اذیت که با مقاومت جدی این خانم مواجه میشه و ایشون به شدت از خودش دفاع میکنه که ایشون هم در نهایت قساوت و نامردی اقدام به وارد کردن ضربات چاقو به سینه این فرد میکنه و متاسفانه در دم به قتل میرسه که جنازه‌اش از اونجا جابجا میشه. 2 نفر رو پلیس آگاهی دستگیر کرده ولی متهم اصلی ایشونه. اون یکی نه چه نقشی داشته؟ اون صاحب خودرو هست که خودرو در اختیار این فرد گذاشته بدون هیچ گونه مستنداتی که ایشون هم دستگیر شده و پرونده قضایی براش تشکیل شده. زنده باشید.